سلام. حتما برای شما پیش اومده که میخواستید توی اینترنت یه ویدیوهایی نگاه کنید یا هر جای دیگه برید، ولی از دست این تبلیغا اعصابتون خورد میشه مثل من. همینجوری که میبینید مثلا این ویدیو رو من میخوام نگاه کنم، مجبورم که این تبلیغ رو نگاه کنم تا ویدیو اصلی رو ببینم، یا وقتی که تو صفحه اصلی گوگل یا یوتیوب، هم گوگل که نه ولی یوتیوب، اینجور تبلیغا رو باید ببینید، یا ویدیویی که دارید نگاه میکنید این زیر بالاخره گوشه کنار همه جا هست. یه راه حل ساده هست برای اینکه از دست این تبلیغات راحت شید، اونم هست، اسمش هست اد بلاکر. فقط برید تو صفحه اصلی گوگل بنویسید اد بلاکر و بستگی به اون براوزری داره که شما دارید استفاده میکنید. اگه مثلا من کروم استفاده میکنید بنویسید کروم. لینک اول معمولا بهترین لینک، روش کلیک کنید. اینجا گفتم باز همین برای کرومه، آبی نمیشه اد تو کروم، یه دونه مثبت اینجاست، اونو میزنید، میپرسه ازتون میگه میخواید ادش کنید یا نه، بزنید اد و چند لحظه صبر کنید تا اینستال کنه اد بلاکر روی براوزرتون. خب اینجا میگه دان، یعنی انجام شد. اینجا چون که این اپلیکیشن فریه، اکستنشن فریه، اگه دوست داشته میتونید اینجا کمک کنید به کسایی که این برنامه رو درست کردن، اگرم نه که ببندیدش. حالا همین صفحه‌ای که قبلش باز بود رو تست میکنیم با هم. ریفرش، دیدید که تبلیغا رفت. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. خداحافظ.